مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان درباره دو صدمه مرگ‌آور خبر داد. شب 3 اپریل سال 2024 تخمین ساعت 01:23 دقیقه راننده автомашین تمغه اوپل استرا بابوالیف کریم سال تولدش 2000 ساکن شهر دوشنبه هنگام حرکت از سمت کوچه شیروزی به سمت کوچه عینی نوی فردوسی شهر دوشنبه پیادهگرد یتیم و مویستان سال تولدش 1964 ساکن پایتخت را پخش نموده است. در نتیجه شهروند یتیم و به سلامتیش جراحت‌های وزن جسمانی برداشته هنگام به بیمارستان دسترس نمودن در راه به هلاکت رسیده است. بازم شام 3 اپریل سال 2024 تخمین ساعت 00:30 دقیقه راننده автомашین تمغه مرسدس بنز سالویف توردیبک سال تولدش 1971 ساکن شهر روغون هنگام حرکت از سمت شهر وحدت به سمت نویه لخش در شورای وحدت رشت لخش در حدود دهه کووگدره شهر روغون از سوده دارای واسطه نقلیات نبرآمده به سمت مقابل حرکت راه برآمده به کوپاره کنار راه برخورده است. در نتیجه خود راننده در جای حادثه به هلاکت رسیده است و مسافر автомашین مذکور سالویف اولوغبک سال تولدش 1991 ساکن همون جا جراحت جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. اوید به این حادثه تحقیقات ادامه دارد. راههای تاجیکستان از لحاظ صدمه‌های مرگ‌آور راههای پرخطر دانسته می‌شوند. سال 2023 در راههای جمهوری در 1111 صدمه 519 نفر به هلاکت رسیده، 1179 کسی دیگر مجروح شدند.